سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو چنل. اینجا قراره کلی آموزش و ترفند خفن خیاطی رو با هم امتحان کنیم و یاد بگیریم. پس به همین جهت چنل رو سابسکرایب کنید، آیکون زنگوله رو هم فعال کنید که ویدیوهای جدید رو از دست ندید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. قراره با همدیگه یک آموزش شکت برای پاییز و زمستون رو داشته باشیم. اگه دوست داری یک دونه از این شکت های چهارخونه خوشگل توی کمد داشته باشی، حتما این ویدیو رو تا آخر با من همراه باش. این الگو رو هم میتونی روی کاغذ رسم کنی و هم میتونی مستقیم روی پارچه انجام بدی. خیلی راحت و سه. همینطور که توی تصویر میبینید 2 تا خط در موازات همدیگه رسم میکنیم. اندازه دور گردن 8 سانت به طرف داخل علامت میزنیم و 8 سانت به طرف پایین هم علامت میزنیم. به صورت هلالی این 8 سانت رو به همدیگه وصل میکنیم. قسمت گودی گردن رو که به دست آوردین، حالا اندازه آستین رو از قسمت گوشه گردن تا قسمت مچی دست علامت میزنیم و روی الگو علامت رو ایجاد میکنیم. اندازه 10 تا 12 سانت از اون قسمت پایین میایم و خط سرشونه رو به صورت اوریب رسم میکنیم. خط سرشونه رو که وصل کردیم، حالا از قسمت خط سینه یا خط باسن اندازه 1/4 دور باسن یا سینه، هر کدوم که بیشتر بود 1/4 رو به دست میاریم. به علاوه آزادی دلخواهی که مد نظرتونه انجام میدیم و روی الگو علامت میزنیم. عددی که به دست آوردیم رو روی الگو علامت میزنیم و با یک خط صاف به قسمت بالا که همون خط سرشونه هست رسم میکنیم. خط پهلوی کار رو که رسم کردیم، حالا برای قسمت مچ آستین اندازه 15 تا 20 سانت پایین میایم، علامت میزنیم و با خطکش به صورت قائمه یه خط صاف رسم میکنیم. اون خط رو به قسمت پهلو وصل میکنیم. آستین الگومون رو که به دست آوردیم، حالا برای قسمت کیمینوی لباس اگه دوست داشته باشید شکتتون مدل کیمینو باشه، اندازه 7 سانت روی آستین و اندازه 7 سانت از قسمت پهلو علامت میزنیم و به صورت یک خط هلالی به همدیگه وصلش میکنید. قسمت هلالی رو که به دست آوردیم، حالا از اون قسمت 7 سانت میتونیم یه خط صاف به قسمت بالای آستین رسم کنید که از اون قسمت میتونید برش بزنید و آستین به صورت 2 تیکه در بیاد. برای قسمت هلالی پایین لباسمون از قسمت دمپا اندازه 10 سانت و قسمت پهلو هم 10 سانت علامت میزنیم و به صورت هلال به همدیگه وصل میکنیم و هلالی قسمت پایین لباس رو بهمون میده. برای قسمت دکمه خور لباس اندازه 3 سانت به طرف بیرون علامت میزنیم و با یه خط صاف به قسمت پایین رسم میکنیم. الگوی قسمت پیش کار رو که به دست آوردیم، میتونید از این الگو برای قسمت پشت هم استفاده کنید. حالا برای قسمت یقه و مچی آستین بریم با هم دیگه ادامه آموزش رو برای یقه و مچی آستین ببینیم. اکثر شکت ها رو اگه دیده باشید یقه های شکاری گرد دارن. حالا ما هم میخوایم همین آموزش رو روی این آیتم انجام بدیم. برای داشتن یک یقه 1/2 دور یقه رو به دست میاریم، یه خط صاف رسم میکنیم و از قسمت دولای بسته که روی پارچه میندازیم میشه 9 تا 12 سانت علامت میزنیم. این علامت ها رو که زدیم یک مستطیل به دست میاد. مستطیل رو رسم میکنیم، از قسمت دولای بسته یا همون 12 سانت اندازه نیم سانت به طرف بالا علامت میزنیم و از قسمت روبروی کار 1 سانت به طرف بالا علامت میزنیم. علامت ها رو که زدیم قسمت خط 1/2 یقه رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم و نیم سانت اول رو به قسمت اول و 1 سانت دومی رو به قسمت بعدی وصل میکنیم.
این یقه به همین صورت برش میخوره، ولی من برای زیبایی کار از قسمت بالا اندازه 2 تا 3 سانت به طرف بیرون علامت میزنم و به قسمت 1 سانت پایین وصل میکنم. این هم یقه راحت و آسونمون برای کسایی که تازه خیاطی رو شروع کردن خیلی عالیه، هم دوختش راحته هم الگو کشیش. حالا بریم برای قسمت مچی آستین. همینطور که توی تصویر میبینید از قسمت پایین تر از مچ اندازه میزنیم و یک مستطیل در ابعاد 24 در 10 که دولا میشه و قسمت مچی آستین به صورت دولا 5 سانت در میاد. علامت میزنیم و روی یک لابرش میخوره که روی هم تا بشه مچی آستین به دست میاد. و همین راحتی میتونی مچی آستین رو هم به دست بیاری که بعد از اینکه قسمت مچی رو در آوردی برای دوخت قسمت لباس به مچی مقداری چین یا پیل میخوره که آستینمون رو زیباتر میکنه. این هم از قسمت مچی. حالا قسمت گودی گردن که اول ویدیو براتون گفتم برای اینکه بتونیم هم الگو رو برای قسمت پیش استفاده کنیم هم قسمت پشت، از قسمت خط CF اندازه 2 سانت پایین میایم و به خط سرشونه یا همون 8 سانت رسم میکنیم و همین راحتی یک الگوی خیلی راحت و 3 سوته داریم. امیدوارم که از این آموزش استفاده کامل رو برده باشی. منتظر ویدیو بعدی باشی.